سلام علیکم، اومدیم با یه ویدیو دیگه. خب اومدیم با یه لول 300 و 3 به تک خلاصه. ببینیم 3 نفری میتونیم یه نفر رو بزنیم. 100% که میتونیم دیگه، لحاظ عقلی که بخوای حساب کنیم میشه. حالا ببینیم، فقط اسپایک نکش ملعون. خب ببینیم میشه یا نمیشه. خب ادعا میکرد خورد. ببینیم چی دیگه. خلاصه. خوب اسمت رسیم. بریم اونوری میرم. کمپری کار زشتی است. اوه چه نوع سگی ای میخوره. نه امونمون نمیرن، وارد میزنن. ول کنین. خب میریم برای جلو رفتن. یکی چیت زده اینجا، یکی چیت زده. مطمئنم چیت زده یکی. اصلا مگه میشه؟ خب چیترهای بدبخت. اصلا حواسندتون هست. خب کوش میرم من ایده. خب مثل کسی چیت نزده، هیچ نگرانی نیست، چیز به دلت را نده. ای خدایا، ای بابا یوتیوب پیام میده، ای نمیچیه ویدیو میده، نمیچی گذاشتی فلان کردی. لحاظ یادم از لایک و ساب یادتون نره کن. لطفاً لایک و ساب کنید کانالمون بزرگ شه. چرا نشستم من؟ اصلا فازش چیه؟ اصلا چی شده من؟ اصلا قاطی شده، اصلا چی شد؟ خبر ندارم. خب زارتش در اومد 100% که شانس دیگه. به خدا که چیز داریم هم تو اینطور پایین میزد همینطوری میمورد. خب میرویم به پیس بشویه جلو. ببینیم کی هست کی نیست، کی میتواند زر بزند کی نمیتواند زر بزند. هی سه به تک این شد. 4 تا رفتیم جلو. اون تکه هی میگفت شما بریم پایین رو بلا. خب بریم اینجا یه کمپی ریز بزنیم. نه کمپری کاری زشتیه، نمیرم کمپ کنم. به به زدم دخلشو داوردم. خیدم ببینیم دیگه نمیتونه خودشو بگیره. یه راند آخر رو بهش یکم لطف کنید، یکم ادامه بزنه، یکم بتونه بهش گفتم یکم بزنم کیل بگیره. اشکالی نداره بیا دیگه. خب کمپری راستی کار زشتی بود یادم. خب رفت دیگه، وقتی اونجا در نمیمد یعنی رفته بی، شکی در این نیست. خب ای باز من تنهایم. چه زد؟ همینطور الکی تیر بل میدم. خب یوتیوبر مملکت بودم باخ میده. خدایی اپوش نیا، لطفا اپوش نیا. کجا رفتی؟ من داخل نمیدم. فکر نکن من میایم تو دامت. ای دوست همین بود. تمام هارت و پورتت. لایک و ساب یادتون نره. فعلا خدافظ.